به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از سوالای آزمون قلمچی 14 شهریور 1404 رو میخوام حل کنم. سوال 81ش گفته در یک دنباله حسابی 20 جمله‌ای مجموع 3 جمله اول دنباله 27 و مجموع 3 جمله آخرش 57. میگه قدر نسبت این دنباله چند برابر جمله اوله. خب چیزی که سوال به ما داده، ما میدونیم یک دنباله حسابی 20 جمله‌ای داریم که مجموع 3 جمله اولش 27. پس مجموع 3 جمله اول یعنی A1 به اضافه A2 به اضافه A3 میشه 27 و مجموع 3 جمله آخر بچه‌ها یعنی 3 تا جمله آخر دنباله برابر با 57. 3 تا جمله آخر دنباله A20 به اضافه A19 به اضافه A18 که فرقی نمی‌کنه چجوری بنویسیم، مساوی با 57. حالا قدر نسبتش رو میخواد که میگه چند برابر جمله اول هست. همونطوری که ما میدونیم جمله عمومی دنباله توی دنباله حسابی یعنی آن من به این صورت تعریف میشه A1 به اضافه n منهای 1 در دی که اینو باید بلد باشیم. حالا از قسمتی که A1 به اضافه A2 به اضافه A3 میشه 27 یعنی مجموع 3 جمله اول دنباله ما میشه 27. میایم میگیم خب A1 با توجه به این فرمولی که اینجا نوشتم A1 خب همون A1 به اضافه A2 با توجه به اینکه AN اینجا 2 بذاریم میشه A1 به اضافه 2 منهای 1 در دی، پس میشه A1 به اضافه n منهای 1 یعنی 2 منهای 1 در دی به اضافه به جای A3 هم طبق فرمول جمله عمومی دنباله حسابی جمله عمومی برای A3 میشه A1 به اضافه 3 منهای 1 در دی مساوی با 27. خب من یه خورده مرتب کنم، میشه A1 به اضافه A1 به اضافه 2 منهای 1 میشه یه دونه دی به اضافه A1 3 منهای 1 هم میشه 2 تا دی مساوی با 27. مرتب تر کنم، ما 3 تا A1 داریم که میشه 3 تا A1 به اضافه یه دی به اضافه 2 دی میشه 3 دی مساوی با 27. خب این یه رابطه رو من به دست آوردم. حالا از این در واقع رابطه چی میتونم به دست بیارم؟ به جای A20 طبق فرمول جمله عمومی دنباله حسابی A20 رو می نویسم A1 به اضافه n منهای 1 یعنی 20 منهای 1 در دی به اضافه A19 رو چی می نویسم؟ می نویسم A1 به اضافه 19 منهای 1 در دی و به اضافه A1 به جای A18 می نویسم A1 به اضافه 18 منهای 1 در دی مساویه با 57. مرتب تر کنم، ما 3 تا A1 داریم، 3 تا A1 به اضافه اینجا 20 منهای 1 که میشه 19 تا دی، اینجا 19 منهای 1 میشه 18 تا دی و 18 منهای 1 هم میشه 17 تا دی. 19 تا دی به اضافه 18 تا دی و به اضافه 17 تا دی میشه 54 تا دی برابر با 57. حالا ما 2 تا رابطه به دست آوردیم. طبق این 2 تا رابطه من اینجا می نویسم که 3 تا A1 به اضافه 3 دی برابر با 27 یه دونه دستگاه تشکیل میدم. 3 تا A1 به اضافه 54 تا دی برابر با 57. از اینجا من این دستگاه رو تشکیل بدم، یه منفی درش ضرب کنم، کاملا به راحتی دی من به دست میاد. نگاه کنید، 3 تا A1 این ورم به این صورت به دست میاریم، دی به دست میاد 10 17 و جاگذاری کنم دی رو، A1 منم به دست میاد 143 17. حالا سوال به من چی داده؟ سوال چی خواسته؟ گفته قدر نسبت این دنباله چند برابر جمله اوله، یعنی دی رو نسبت دی رو به A1 میخواد. میشه 10 17 به روی 143 17. یه دور در دور نزدیک در نزدیک ها انجام بدیم، جواب به دست میاد 10 به روی 143، چون این 17 با این 17 ساده میشه.
پس جواب میشه 10 به روی 143، یعنی گزینه 4 درسته. امیدوارم که از این سوال استفاده کرده باشیم.